رفتین؟ از اسلام شهر. سبزوار. اصالتا اهل کجایین؟ من آذری زبانم. خودتون اهل سفر هستین؟ به شدت. زیاد بله اهل سفر هستیم. ما سفر رو دوست داریم، جای زیادی میریم سفر. کجا رفتین؟ من اصفهان رفتم. مشهد رفتیم، قم رفتیم، شمالی رفتیم. اصفهان، مشهد، بوجنور، پیرژند. رفتیم مردکایت. ایران شهر رفتین یا نه؟ ایران شهر رو شنیدم ولی نه سفر نکردم. ایران شهر؟ یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان. نه متاسفانه. نه والله نرفتم ولی خب شنیدم که به هر حال یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستانه. دوست داریم بریم اونجا سوغاتی‌های خوبی بیاریم. فکر کنم خرما دارن اونا. غذای سنتی خوبی داره. غذاهاش مثلا شنیدم کشک زرد داره، آبگوشت سنتی داره. آبگوشتشو خیلی دوست دارم. کشک زردی که شما میگی باید بیشتر از آبگوشت دوست دارم. و آش معروفی هم داره. اونجا خیلی سوغاتی‌های خوبی هم داره. شنیدم اونجا حصیر بافی داره، پولک دوزی داره. سوزندوزی انجام میدن. سکه دوزی دارم. کارهای دستی زیاد دارن. ایران شهر چون کلمه ایران داخلش هستش اصلا خودش مشخص جای خیلی خوب و عالی هستش. بسیار زیباست و بهتون حتما پیشنهاد میکنم که برید و لذت ببرید. گو الله پاکی ناما. دوستی هم بلان سلام شما را چه بلوچستان و چه ایران شهر را درود و درهبات و سلام گوشید. درود بر شما. درود بر شما. بر ما منت گذاشتید که وقتتون رو به ایران شهر و بلوچستان اختصاص دادید. وظیفمون آقای دکتر. لطف دارید، خواهش میکنم. ما از ایران شهر اومدیم. ایران شهری که خیلی از شما شاید از لحاظ جغرافیایی دور باشه ولی دل مردم اونجا با دل همه مردم ایران نزدیک و همدل و همدم هستش. سپاسگزارم. خب من فکر میکنم اکثر مخاطبین ما که توی سالن هستن فعلا از شهر عزیز تهران هستن. من خدمتتون سلام و عرض ادب میکنم، خدمت بینندگان تلویزیونی هم همینطور. شما تهرانیای عزیز تو شهرتون چهارراه و میدون و اینا زیاد دارید ولی شنیدم خیلی تو چهارراه‌ها معطل میشید. از این چراغ قرمزای 180 ثانیه‌ای و چهارراه‌های پرپیچ و خم زیاد دارید. شهر ما توی چهارراه واقع شده. یعنی همونطور که ایران عزیز ما توی کریدور شرق و غرب و شمال و جنوب واقع شده، در واقع چهارراه بین‌المللی هست برای مسیرهای ترانزیتی و عبور و مرور هواپیما و قطار و ترانزیت کامیون ها. ایران شهر ما هم تو جنوب شرق همین حکم رو داره. ما توی موقعیت جغرافیایی مرکزی قرار گرفتیم تو استان سیستان و بلوچستان. یعنی ایران شهر مرکز جغرافیایی و فرهنگی بلوچستان هستش. خب به چه معنی؟ این که این جغرافیا باعث شده که شهر ما یه شهر مهاجرپذیر باشه. یعنی با وجود اینکه 80-90% مردم ایران شهر بلوچ و از لحاظ مذهبی اهل سنت هستند، اما شما توی شهر برید میبینید که شهروندان آذری زبان، شهروندان یزدی، شهروندان کرمانی، خراسانی و جنوبی رو میتونید ببینید. باعث تعجب هست. چرا؟ چون موقعیت جغرافیایی شهر ما باعث شده که برای کار و کاسبی، برای کارهای فنی، کارهای هنری اونجا تشریف بیارن، کار بکنن، سالها زندگی کردن اونجا و موندن. در واقع ایران شهر یک شهر مهاجرپذیر هست از این لحاظ. و یه ویژگی خاص دیگه ای داره، اینه که یه شهر پر آب هست. شاید باور نکنید آب ایران شهر رو که از لحاظ کیفیت با تهران مقایسه میکنن. در استانی که استان حالا شاید کم آب و کم بارشی باشه، ایران شهر یکی از پر آبترین شهرها هستش. به دلیل توپوگرافی خاصش، جغرافی خاصش، مثل یک کاسه است. بارون مثلا توی خاش بباره، سیلاب میاد توی ایران شهر. توی کوه بیلگ اطراف شهرستان مهرستان بارون میاد، سیلاب میاد توی ایران شهر، میره تو سفره‌های زیرزمینی. از این لحاظ ایران شهر یه شهر کشاورزی و پر آب هست. محصولات زیادی داره. ما توی ایران شهر سطح زیرکشت باغی و زراعیمون تقریباً حدود 1/4 کل استان هست. حدود 23-4% کشاورزی استان اونجا، یعنی قطب کشاورزی کل استان سیستان و بلوچستان ما هستیم. یه شهر صنعتی هم محسوب میشه. کارخانجات فراگیر صنایع بلوچ رو ما داریم که معروف بوده به بافت بلوچ اگه قدیمی‌ها اطلاع دارن.
ما برق حدود 45% برق اونجا رو نیروگاه بخار ایرانشهر کل استان رو تأمین میکنه. به دلیل اون آبی که وجود داره، کیفیت آب بالایی داره، نیروگاه بخار رو اونجا احداث کردن. یکی از دلایلی که ایرانشهر شهر مهاجرپذیری اینه که ما تو فرهنگمون یه چیزی داریم به نام میارجلی. چی؟ اصطلاح میارجلی، میگن طرف آدم میارجلیه. معنیش اینه که پناهنده پذیری هست. از قدیم اونجا این فرهنگ پناهنده پذیری و غریب نوازی وجود داشته. یعنی افرادی که مثلا شما دچار یه مشکلی شدید، یک مشکل مثلا حادی دارید و زورتون نمیرسه به اون طرفا، خب اونا قصد جان شما یا مال شما رو کردن. شما میای تو خونه یک فرد بلوچی که مثلا خب میتونه دفاع بکنه از خودش، از بقیه، میگه من میار شما هستم، من پناهنده شما هستم. اون فرد وقتی این رو به عنوان میار قبول میکنه، اون فرد میارجل قبول میکنه، یعنی میشه عضو خانواده‌اش، با تمام قدرت، با جان و مال و همه چی از اون فرد محافظت میکنه. اینجوری بوده، در قدیم هم بوده، الان هم کم و بیش. ولی من میخوام به همه بلوچای عزیز قلباً بگم، همه ما ایرانی ها، چه فارس و ترک و هر جایی که هستیم، من خودم که قلباً رسما معیار شما هستیم و به شما در آغوش پرمهر شما دوست داریم که لذت ببریم. عزیز ما در خدمتتون هستیم، پس تشریف بیارید حتما ایرانشهر رو. آماده هستین همه؟ شما معیار هستین همه که. ببینید استان ما اینقدر متنوع هست، شما اونجا بیاید فکر کنید رفتید هندوستان. سیستان و بلوچستان معروف هست به هندوستان کوچک. دنیایی از ادویه و رنگ و نمیدونم این چیزها رو میبینید. این رنگ‌های شاد خانم‌ها میپوشن و تفاوت عروسی‌های ما با شهرهای دیگه و کل ایران اینه که ما چیزی به نام عروس کشون نداریم. عوضش چی داریم؟ دوماد کشون داریم. این خیلی جالبه. یعنی دامادو پاگوشا میکنید به خونه بخت. این خیلی خوبه. ببینید وقتی که یه طرف دختر میده به یه خانواده‌ای، در واقع دختر نمیده، این داره پسر میگیره. یعنی ما در واقع یه پسر به خانواده خودش اضافه میکنه. یعنی در واقع نه چک زدیم نه چونه، داماد اومد تو خونه. همچین داستانی. حالا رسمش اینجوری هست. حالا در قبلش من یه رسم خیلی جالبتر رو توضیح بدم. یه چیز دیگه ما داریم که کمک میکنه به ازدیاد و راحتی و سهولت در ازدواج، به نام بجار. شنیده بودید؟ بجار. مثلا آقای مدرس میخوان تشریف ببرم، مثلا میخوان داماد بشن مثلا. ببینم میتونی برای ما درد سر درست کنی. حالا برگردیم به 10 سال 15 سال قبل. خب این معمولا یه رسمی داشتیم، پوستش لرزید. آقا ما جوان‌تر از آقای مدرس هم داریم الان اینجا. وای نه چرا دیگه گفت در مثل مناقشه نیست. خب به این ترتیب هست. اون جوونی که میخواد ازدواج کنه، پدرش مثلا و عموش میان خونه فامیل، میگن ما قصد داریم فرزندمون رو دوماد کنیم. خب هزینه ها زیاد هست، چیکار کنیم؟ ما برای بجاری اومدیم. یعنی بجاری یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما در توانتون هر چقدر هست کمک بکنید که ما این جوون رو بفرستیم خونه بخت. حالا اون قدیم مثلا چون به اصطلاح بیشتر گاو و گوسفند و این چیزا هدیه میدادن، مثلا میگه خب یکی از این گوسفندای ما رو ببر شما، این بجاری من. الان یکی پولی میده، 1 میلیون 2 میلیون پول میده. یکی میگه من مثلا یه دست لباس میدوزن از این لباسای چیز، چون تعداد زیادی لباس میدن به عروس خانما، از این لباسای 10 15 20 میلیونی 10 تا 20 تا بستگی به وسع اون خانواده داره. بجاری میگیرم، کلی پول و هزینه جمع میشه و خرج عروسی به همین سادگی در میاد. خرج عروسی همه با مرد. ما تازه اینقدر خانم‌ها رو حرمت براشون قائلیم، میگیم مثلا شما جهاز